چگونگی آغاز وحی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. عمر بن خطاب رضی الله عنه می گوید از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمود اعمال به نیتها بستگی دارند و با هر کس مطابق نیتش رفتار می شود. پس هر کس به خاطر مقاصد دنیوی یا ازدواج با زن هجرت نماید به دنیا دست می یابد و با آن زن ازدواج می کند. در نتیجه دستاورد هجرت هر کس همان چیزی است که به خاطر آن هجرت نموده است.